علی صبوری دستگیر شد. چرا؟ عجیب ترین اسمی که تو گوشیت سیف کردی چی بوده؟ عنتر خانم سیف کردم یکیو، بعد یکم 200 تومانی. کی 200 تومانه؟ جوجه کباب فروشیه، قیمتش 200 تومانیه. کردم که هر چی میکنم توش از اون بر لباس دوست دارم، لباس خیلی دوست دارم، لباس خب چرا بکنی توش؟ من کاری ندارم. درسته شاید یه سریاتون بیاد بگید آقا جان اینا فانه، ما توی یه سری از دور همیام و میتینگامون این فانا رو، این گفتگورا با همدیگه داریم، میخندیم و شما دارید چرت و پرت میگید، به شما چه ربطی داره این داستانا؟ ولی عزیز دل من، آدم توقع داره یه سلبریتی که الگوی کل ملت با کلیپاش توی مشهد وایرال شده بود، هر چی که جلوتر میره بهتر و بهتر میشه، نه اینکه هر چی جلوتر بره محتوای مثبت 18 که اصلا تو خارج از کشورم قفله رو بیاد اینجا اجرا کنه، اونم تو صدا سیما. از این ور خبرها منتشر میشه که علی صبوری دستگیر شده، از اون ور خبرها منتشر میشه که خودشون میان استوری میذارن که آقا جان ما نبودیم، یه گروه دیگه بوده. خب آقا جان اگر شما رو گرفتن چجوریه که شما دوباره آزاد شدی اومدی داری استوری میذاری و اینا رو تو احسان عمومی بیان میکنی؟ اگر نگرفتن پس اون محتوایی که تو استودیو ساختی چیه؟ آدم میمونه یاد ضرب المثلی میفته که میگن دم خروسی که از زیر بغلت در اومده رو باور کنم یا قسم حضرت ابوالفضل تو. من مشکل یا زاویه‌ای با علی صبوری ندارم، اتفاقا خیلی هم باش حال میکنم، خیلی هم کیف میکنم با کلیپاش، ولی دیگه دوست دارم روندش به سمتی بره که آگاهی مردم از برنامه مثلا استودیو تلویزیونی که همه استقبال میکنن، من خودم هم دوست دارم ببینمش از نزدیک، اینجوری نباشه که مثبت 18 باشه. خیلی شاکرم چون رسانه ملیه. ارادتمندم.